اگه بهت بگم با این رژیم میتونی پیتزا، همبرگر، شکلات هم بخوری و بازم وزن کم کنی یا عضله بسازی، باور میکنی؟ اسم این رژیم آیفایم. امروز قرار دقیقاً یاد بگیری چطور این رژیم آزادی بخش میتونه زندگی غذایی تو نجات بده. سلام، من سعیدم، کارشناس تغذیه ورزشی و مربی بدنسازی. اگر دنبال یه رژیمی هستی که زندگی تو محدود نکنه، حتما همین الان این ویدیو رو ذخیره کن و اگر دنبال محتوای ساده و علمی هستی، سابسکرایب کن تا بریم سر اصل مطلب. آیفایم دقیقاً چیه؟ میگه غذاهایی که داخل ماکروها جا بشن مجازه. شما فقط باید 3 تا چیز رو رعایت کنی و حواست به این 3 تا چیز باشه: پروتئین، کربوهیدرات و چربی. و دیگه از اون رژیم‌های عجیب و غریب و سخت و خوش خبری نیست. هر چی دوست داری بخور، تا وقتی این 3 تا رو درست تنظیم کرده باشی همه چی اوکیه. مشکل تو غذا نیست، مشکل تو نسبت هاست. حالا این آیفایم چطور کار میکنه؟ اولین کاری که میکنی کالری روزانه رو به دست میاری. تو ویدیوهای قبلی اشاره کردیم که محاسبه کالری روزانه چطوریه. اون ویدیو رو نگاه کن. پس کالری مورد نیاز بدن تو روز به دست میاری. حالا همین کالری که به دست آوردی ماکروهات رو توش تقسیم میکنی. مثلا پروتئینت 30%، مثلا کربوهیدرات 40%، چربی هم 30%. وقتی این ساختار رو داشته باشی، بدن دقیقاً میدونه که چربی سوزی کنه یا عضله بسازه. آیفایم شبیه اینه که بگی آقا من سهممو دارم، حالا هر جور دوست دارم این سهممو خرج میکنم. حالا قراره تو این رژیم چی بخوریم؟ گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، برنج، جو، سیب زمینی، پاستا، آووکادو، مغزها، روغن زیتون و بله پیتزا هم میشه خورد، شکلات هم میشه خورد. حالا باید تو این رژیم چی نخوریم؟ تو این رژیم هیچ چیزی ممنوع نیست، فقط قند زیادی و فست فود رو مدیریت کنیم ماکروهامون خراب نشه. مزایای این رژیم چیه؟ آزادی کامل غذایی بدون حس محرومیت، کاهش وزن یا عضله سازی متناسب با زندگی واقعی، مسافرت، مهمونی. اگر دنبال رژیم‌های خوش نیستی، آیفایم بهترینه. اشتباهات رایج این رژیم چیه؟ بدون ثبت دقیق ماکروها نتیجه صفره. اگر پروتئین کم مصرف کنی چربی سوزیت کند میشه و اگر کالری خوردن چشمی باشه، یعنی حساب نکرده باشی، محاسبه نکردی که باید چقدر کالری دریافت کنی، فاجعه است، اصلا به درد نمیخوره. خوردن فست فود زیاد، چون فقط این که بگی آقا داخل ماکرو هست، اشتباه. توی این رژیم آزادی داری، اما آزادی همراه با دقت. حالا این رژیم مناسب چه کساییه؟ اگر دنبال یه زندگی عادی روزمرگی هستی و انعطاف و دنبال رژیم‌های سخت نیستی، این رژیم عالیه. اگر تازه کاری، شاید چند روز اول یا چند هفته اول برات چالشی باشه، ولی بعدش راحت ترین رژیم دنیا میشه برات. رژیم آیفایم هم آزادی میده هم نتیجه. نه مثل رژیم‌های دیگه تو رو اذیت میکنه، نه مثل رژیم‌های آزاد بیقانون
تو رو چاق میکنه. اگه میخوای کامل یاد بگیری چطور ماکروهات رو دقیق حساب کنی و اشتباهات رایج رو کامل یاد بگیری، ویدیو این هفته در مورد ریکاموپیزیشنه. دقیقاً در مورد همین بحث.